در مطبوعات قرقیزستان متن پورای پروتکل رقم 42 ملاقات روز 25 سپتامبر ایالت‌های تاجیکستان و قرقیزستان درباره راه‌های برقرار کردن ثبات در منطقه‌های مرزی این کشور نشر شده است. این پروتکل که در گذرگاه مرزی قزلبیل از جانب سرداران کمیته دولتی امنیت ملی این دو کشور سیمومین یتیم و قمچبک توشیف به امضا رسید، به خونین‌ترین مناقشه در تاریخ روابط دوشنبه و بیشکک که روزهای از 14 تا 17 سپتامبر ادامه یافته باعث مرگ بیش از 130 نفر از دو طرف شد نقطه گذاشت. نشر متن کامل پروتکل در حال صورت گرفت که در قرقیزستان توشیف را به گذشت‌های جدی به تاجیکستان در مسئله مرز عیبدار می‌کنند. در سند گفته می‌شود که در پی بررسی مسئله اول حال مناقشه مسلحانه روزهای 14 و 17 سپتامبر سال 2022 در منطقه‌های مرزی نویه لیلک و بودکند ولایت بودکند، نویه جان علوی ولایت اوش قرقیزستان با شهر اسفره و نویه باباجان غفوروف و جبا رسول و ولایت سوخت و نویه لخش تاجیکستان دو جانب به قرار رسیدند که همه گونه واحدهای مرزبانی در حدود دیدبانگاه‌های تمدیق و بیدک، پاسگاه‌های بلوغباشی و کیخ، پاسگاه‌های کتاتوز و قرقچقوم، پاسگاه‌های اقصای در موضع چایخانه و پاسگاه شرشره در خواجه اعلی از بین برداشته شده و دیگر گذاشته نشوند. بنا و انشاءات مربوط به واحدهای مرزبانی کنسرواسیون کرده شده استفادهشان منع کرده شود. تا انجام روند تعیین و علامتگذاری مرز دولتی تاجیکستان و قرقیزستان از جانب شهروندان استفاده بردن زمین‌های کشت، ساختمان، گذراندن خط ارتباطی اجازه داده نشود. مقامات محلی ادامه کارهای کشاورزی از جانب شهروندان را در قطعه‌های زمین موضع‌های تمدیق، بیدک، بلوغباشی، کیخ تامین کنند. برای تامین امنیت در مرز در این موضع‌ها از هیئت‌های دیدبانی سیار استفاده شده خط حرکت آنها قطعاً معین کرده شوند. در بلندی‌های نزدیک به محله‌های اهالی‌نشین در اطراف مرز پاسگاه‌ها و هیئت‌های دیدبانی گذاشته شوند. در صورت برابر در قطعه‌هایی که بیشتر مناقشه و به عمل می‌آیند ویدیو کامراهای نظارتی گذاشته شوند. مکان نصب آنها ترتیب حفظ و استفاده این کامراها را در پروتکل ادایده که فرماندهان نیروهای مرزبانی طرف‌ها باید در دوام یک ماه از روی امضای این پروتکل باید به امضا رسانند. جانب‌ها باید در این مدت نه دیرتر از 9 ماه از زمان امضای پروتکل بین رهبران قشون‌های سرحدی باید کامراها را نصب کنند. برای حسن همجواری و حرکت به ممانعت شهروندان، تامین ترتیبات جمعیتی و امنیت مردم، مقامات کارهای داخلی طرف‌ها باید با امضای پروتکل علاوه در راه ماشینگرد خواجه اعلی اقصای خدمت رسانی را برامانند. جانب قرقیزستان باید در اقصای برای نه بیشتر 2 کارمند ملیسا در اقصای شرایط کار با اسباب‌های گرم دهنده فراهم آورده جانب تاجیکستان در دهه خواجه اعلی چنین شرایط فراهم بیارند. حفظ مرز را باید گروه‌های مرزبانی از دیدبانگاه‌های مرزبانی انجام دهند. گروه مشترک کارش را در مسئله بیرون کشیدن نیروها و تکنیک وزنی حربی، نیروها و وسایل علاوه از منطقه‌های مرز به مکان بود و باش دائمی آنها ادامه داده به اعضای این گروه وکالت نظارت اجرای بندهای ا ب گ د این پروتکل هم از زمان امضای آن داده شود. در دوام 10 روز مشترکاً به تهیه سند معیارهای حقوقی سر کنند که استفاده تکنیک و سلاح‌های غیر اشتاتی قشون‌های مرزبانی را اجازت ندهند و همچنین ترتیب نظارت عدم وجود چنین تسلیحات در واحدهای حربی مسئول حفاظتی مرز را معین کنند. کارها برای به شهروندان هر دو جانب برگردانیدن مالشان از جمله چاروای خانگی آنها همچنین سلاح و تکنیک‌های حربی طرف‌ها تیزانیده شود. جانب‌ها باید برای حل مناقشه‌ها گذراندن کارهای فرماندهی و چاره‌بینی‌های فرهنگی و ورزشی از حساب افراد ملکی در منطقه‌های اهالی‌نشینی که مناقشه و بیشتر رخ می‌دهند نفران مسئول را تعیین کنند. این افراد مسئول باید در مدت 1 ماه نقشه مشترک کار را تهیه کنند و آن از جانب رئیسان ولایت‌ها تصدیق شود. مقامات محلی از لحظه امضای این پروتکل به کارهای برقرار کنی بناها در مناطق مرزی
که در جریان مناقشه مسلحانه روزهای 14 سپتامبر سال 2022 ضرر دیدن شروع کنند. دو جانب همچنین توافق کردند که برای تامین صلح و ثبات در منطقه‌های مرزی جریان تعیین و علامتگذاری مرز دو کشور را در قطعه‌های باقی مانده تیز کنند. جانب‌ها همچنین اظهار باوری کردند که در آینده تمام مشکلات پیش آمده در رویه حسن همسایگی و حسن تفاهم